گلخونه ای که دوستان داریم مشاهده میکنین درگیر سفیدک داخلی هست با این علائمی که اینجا داریم میبینیم، با این زاویه‌ای که اینجا تشکیل شده. و ببینید بعد از مصرف سمپاشی تا این قسمت، یعنی ما از 1 2 3 4 5 6 7 تا برگ 8 تا برگ درگیر قارچ هستیم، ولی بعد از اون دیگه کنترل بیماری رو داشتیم. حالا تو قسمت‌های مختلف اینو میتونیم ببینیم. اینجا رقم دارا هست و دارا یه مقداری رشدش نسبت به بعضی از ارقام دیگه بهتره و با کنترل بیماری دیگه برگای بالا درگیر نشده، خدا رو شکر. فقط این نکته ببینید، ما حذف برگ رو تو برنامه‌اش اول نذاشتیم و کنترل بیماری رو انجام دادیم و بعد از اون نهایتا بوته 3 تا دیگه، بوتایی که خیلی درگیره تا 4 تا برگو، چون هوا سرده بیشتر از این حذف کردن برگ باعث خسارت به بوته میزنه. چون الان ما خیلی جا داشتیم کشاورزا برگا رو حذف کرده و بوته همونجور مونده، یعنی شاید 1 ماه مونده و حرکتی نداشت، عملاً باردهی میرسه به 0. پس ببینید وقتی که درگیر قارچ شدی نهایت 3 تا برگ، نهایت. حالا یکی مثل این که ما وضعیت برگای پایینمون بهتره، بالا هم خوب شده، تا 4 تا برگ هم بعضی از بوت‌ها رو اجازه داریم حذف بکنیم. پس ببینید اول کنترل بیماری تو برنامه‌تون بذارین، بعدش بیاین و برگا رو اگر خواستین حذف بکنید، چون این برگا بعداً دوباره درگیر قارچ میشه. و اگر هوا خوب بود رو به گرمی بودیم و این بوته سری حرکت میکرد، ما اصلا این برگا رو زمانی حذفشون میکردیم، ولی الان به خاطر هوا ما محدودیت داریم و نمیتونیم برگامون رو حذف کنیم. زمانی هم که درگیر قارچ میشین دوستان، هر کودی ندید با امید اینکه بوته حرکت بکنه بیایم کود رویشی بهش بدیم و از اون ور دیگه این قارچ هم اوت میکنه و دوباره کارو خراب میکنه.